اکنون هنگامی که دین کامل شد به بخش میرسیم که در آن دلیل ها بر وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار میگیرد و عموما حقیقت این که مرگ حق است و به سراغ هر کسی خواهد آمد که پس از مرگ انسان دفن کرده می شود و پس از دفن باز احیا، باز زنده می گردد. پس این مرحله هست که هر انسان این مرحله را میگذرد. حتی برای مبارک ترین انسان ها رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبران برای بسر اینهانی مرگ آمد. پس هیچ کس باقی نمیماند و دلیل بر این که رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کردند و هر کی وفات میکند قول الله سبحانه و تعالی در سوره زمر است، میگه انک میتون، به درستی که ای محمد صلی الله علیه و سلم تو میرنده هستی، تو میمیری و انه میتون و هر کسی که با تو است تا روز قیامت وی هم میرنده است. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. سپس با این مرگ که شما رو به سراغ شما آمد، شما با این جان خلاصی ندارید، بلکه ثم انکم، سپس شما یوم القیامت، روز قیامت، در نزد پروردگارتان بر این اعمالی که انجام داده حساب کتاب میگردید، پرسیده میشوید. این نکه خطاب به سوی پیامبر است، ای محمد البته که تو میمیری، تو خواهی مرد، یعنی حتما میمیری و انه میتون و آنها نیز امت تو و قوم تو و هر کسی که بعد تو از آنها نیز میمیرن. چنانکه الله سبحانه و تعالی در جای دیگر میفرماید کل نفس ذائقة الموت، هر نفس چشنده مرگ است، هر نفس چشنده مرگ است. در سوره انبیاء الله میفرماید. پس از این دو آیت روشن میگردد که هیچ کسی در این دنیا باقی نمیماند و علاوه بر این پس از این مرگ احیا، زنده شدن، بازدید نو، حیات نو، بحث و حساب کتاب صورت میگیرد. چنانکه الله میفرماید ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، یعنی شما روز قیامت نزد پروردگارتان بحث و حکم خواهد شد. آن اعمالی که در این دنیا تو امروز انجام دادید، این مثل یک دانه است که تو کارده ایستاده برای خود، فردا آن رو در نزد پروردگار جمع آوری میکنی و در هر چیزی که در آن در این دنیا شما اختلاف داشتید، از توحید یا از شرک و دیگر امور، و این عمومی است، هم مؤمنان رو در بر میگیرد و هم کافران رو در بر میگیرد، مورد حساب کتاب قرار میگیرید. یعنی همه چیز از توحید و شرک، از ثواب و گناه، هنگامی که قیامت برپا می شود، همه این مورد حل و فصل قرار می گیرد در نزد آن پروردگار عظیم و شان. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز می میرد و تمام مردم نیز می میرند. سپس بعد از این مرگ که انسان ها داخل های قبر خود می گردند، باز زنده می گردند. و الله می فرماید در آیه دیگر در سوره طه منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. ای مردم، ای بندگان، بیاد بیاورید که ما شما رو از خاک آفریدیم و فیها نعیدکم و شما رو به سوی این خاک باز میگردونیم. تو از خاک آمدی، باز به سوی خاک باز میگردی. پس چرا اینقدر تلاش جمع کردن دنیا، مال و ثروت و دارایی، منصب و دیگر هر چیز، ظلم و ستم؟ برای چیز؟ شما از این خاک به دنیا آمدید، باید خاکسار باشید، نه متکبر و سرکش. و منها نعیدکم، بدون هیچ چیز به سوی از این خاک پیدا شدید، لخت مادرزاد، لباس هم نداشتید، قدرت توانایی هم نداشتید. و فیها نعیدکم، و بسوی آن شما را باز میگردیم. ای مردم، باز میگردی، حتما باز میگردی. و منها نخرجکم تارة اخرى، و باز شما را از این زمین میبریم، زنده میسازیم. منها خلقناکم، از این زمین شما را آفریدیم، چنانکه آدم علیه السلام از خاک آفریده شد. و فیها نعیدکم، بعد آن که میمیری، باز بسوی این زمین شما را برمیگردونیم و دفن میشوین پس از مرگ. و منها نخرجکم تارة اخرى، و باز شما را از این زمین در روز قیامت احیا، دوباره زنده میگردانیم. و در سوره نوح الله میفرماید الله انبتکم من الارض نباتا، الله شما را از زمین چنان که رستنی میروید رویانید. ثم نعیدکم فیها، سپس باز بارید که شما با سوی زمین باز میگردید. و نخرجکم اخراجا، و دوباره بیرون برمیگردید. انبتکم من الارض نباتا، الله شما را چون رویدن رستنی از زمین رویانید، طوری که آدم علیه السلام از خاک آفریده شد. ثم نعیدکم فیها، سپس شما را به سوی زمین باز برمیگردونیم، با آمدن مرگتان دفن میشوید. و یخرجکم اخراجا، تاکید میکند و باز شما را از آن زمینی که شما دفن شده بودید میبرورد روز قیامت برای زنده گردیدن، برای حساب کتاب.
پس در این آیه کریمه الله سبحانه و تعالی بر انسانها یادرس میکند، یادآور میشود برای انسانها که آغاز آفرینشتان ای انسانها از خاک بود. پس چرا اینقدر سرکش و متکبر هستید؟ باز با سوی آن باز میگردید. چرا این را فراموش کرده اید؟ میمیرید، حتما در این زمین هم دفن میشوید و بعد از سپس باز دوباره احیا زنده میگردید. اما این زنده شدن دیگر مسئله رنگ دیگری میگیرد. پس این رو اگر ما در این نقطه در این آیه کریمه اهمیت بدهیم، نشانه قدرت الله سبحانه و تعالی است و دلیل روشن است که الله انسان را آفریده، باز جان او را قبض می نماید، باز سپس او را می آفریند. آیا از این در بزرگترین نشانه قدرت الله سبحانه و تعالی دیگر هست؟ آفرینش انسان با چه شکل‌های زیبایی. پس برادران و خواهران گرامی، این مرگ حقیقت است که حتی پیامبر آن را چشید و هر کسی این مرگ را میچشد و بدون که پس از مرگ باز سپس تو با سوی این زمین باز میگردی و سپس باز احیا میشوی. پیامبران اشرفترین مردم بودند، پاکترین مردم بودند، امروز در زیر زمین در زیر خاک قرار دارند. پس این سخن‌ها برادران و خواهران گرامی ما را خاطررسان میکند که دین اسلام دین است پره واقعی که انسان را قدم به قدم با راه حقیقت بردن میرساند، از تولد شدنت، از زندگی کردنت در این دنیا، سپس مرگت، سپس دفن، سپس احیا، حساب کتاب، یا اینکه به سوی بهشت میروی با اعمال صالح اهل توحید اهل سنت بودی، یا اینکه العیاذ بالله اگر اهل شرک اهل ضلال بودی با این اعمال بدت داخل جهنم میگردی. پس امروز تو انتخاب داری. پس این قسمت اساس موضوع ایمان به روز آخرت، احیا شدن بعد از مرگ، محشر، حساب، جزا. گاهی می شود که انسان این حالات را از خاطرش میبرد، چنان در دنیا فریفته دنیا میگردد که همه این حالات ها از ذهن انسان فراموش می شود. انسان در گناه و در معصیت گرفتار می شود، گمان میبرد که در این دنیا دیگر ابدی باقی میماند. و سپس مؤلف رحمه الله تعالی از سنت دلیل میارد. فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم که روایت بخاری و مسلم است، گفتن مردم روز قیامت جمع کرده میشوند، تمام مردم جمع آوری کرده میشوند، بدون لباس، بدون پایافزال، بدون اینکه ختنه شدگی هستند. بعث یعنی زنده شدن بعد از مرگ میگویند. وقتی که سور دمیده میشود، تمام انسانیت، هر چی که در این هستی هست هلاک میگردند. جان آنها با این دمیدن سور قبض کرده می شود و آنچه که الله بخواهد چند سال و چند عصری که در اینجا باقی میمانند، سپس دوباره سور دمیده می شود. این است که دیگر مردم برمیخیزند از قبرهای خود، احیا می شوند بدون لباس، بدون پایافزال، بدون ختنه شدن. چگونه که الله میفرماید کما بدأنا اول خلق نعیده، طوری که اولین بار آدمان را آفریدیم باز آنها را تکرار به تکرار دوم بار یعنی آنها را زنده میگردانیم. ثم انکم بعد ذلك لمیتون، ای مردم بعد آنه که ما شما را زنده کردیم بار دیگر شما باز میمیرید. ثم انکم یوم القیامة تبعثون، سپس بار دیگر شما در روز قیامت در صحرای محشر برانگیخته میشوید. در سوره مؤمنون بعد از بعث یعنی احیا شدن، اینجا دیگر چیز حساب کتاب و جزا شروع می شود. مورد حساب کتاب قرار میگیره. ای بنده، این اعمالی که تو امروز انجام میدهی، فردا انجام میدهی، در گذشته انجام دادی، شاید از نظر تو به خاطر رفت فراموش کردی، ولیکن بدون که هر یکی این تک تک این اعمال تو در نزد الله سبحانه و تعالی کتابت شده است. یعنی هر نفس پس از زنده شدن در آن روز جوابگوی آن اعمالی که کرده بود خواهد بود. هم کارهای خوبت در پیش نظرت نشان داده می شود و هم کارهای بدت در پیش نظرت نشان داده می شود. حساب شروع می شود. همه عملهایی که کرده بودی خرد و بزرگ، خوب و بد، به حساب گرفته می شود و مؤمنان نیککار و پرهیزگار الله سبحانه و تعالی به ثواب نیکشان خواهند رسید. اگر اعمال نیک انجام دادی آن روز خوشحال و خرسند میگردی، اما اعمال بد کردی فلا یلومن الا، پس ملامت نکن مگر نفست را.